فرصت‌ها و زیبایی که اطرافمون هست رو به راحتی از دست میدیم. زندگی برامون تبدیل میشه به یه تصویر تاری که توش قدردان لحظه حالمون نیستیم. اگه یکم دقیق‌تر به زندگیمون نگاه کنیم، می‌بینیم همش داریم تون کارامون رو انجام میدیم. تون غذا می‌خوریم، سریع مسواک می‌زنیم، زود قهوه‌مون رو می‌خوریم که به بقیه کارامون برسیم و این به این معنیه که ما داریم قدرت لحظه حالمون رو از دست میدیم. وقتی سرعتتو کم می‌کنی، حضور داشتن رو در اولویت قرار میدی. یاد میگیری هر کاری که داری انجام میدی در لحظه حال کاملاً درگیر و حاضر باشی. چه کار باشه، چه وقت گذروندن با عزیزانت باشه یا حتی لذت بردن از این وعده غذایی ساده. این تغییر نگرش باعث میشه کیفیت تجربهات بالا بره. کند کردن سرعت زندگی ذهن آگاهیت رو تقویت میکنه. یعنی توجه به افکار، احساسات و حواس جسمیت. ذهن آگاهی باعث میشه درک بهتری از دنیای درونت پیدا کنی و این سلامت روانت رو متحول میکنه. با آهسته تر زندگی کردن به لذت‌های ساده زندگیت آگاه تر میشی و این آگاهی باعث شادی بیشتر و استرس کمتر میشه. حتی باعث میشه که مسیرهای عصبی جدیدی توی مغزت شکل بگیرن. جالبه نه؟ دکتر الیزابت هاگ، روانپزشک مرکز اختلالات اضطرابی و استرس میگه اگه نگرانی‌های بیفایده‌ای داری، میتونی خودت رو طوری تربیت کنی که این افکار رو به شکل کاملا متفاوتی تجربه کنی. مثلا ممکنه فکر کنی دیرم شده، اگه به موقع نرسم ممکنه شغلم رو از دست بدم و این یه فاجعه است. ذهن آگاهی بهت یاد میده که اینطور واکنش نشون بدی. آها، این فکر دوباره برگشت. قبلا هم این فکر رو داشتم، ولی این فقط یه فکره و نه بخشی از وجود یا هویت اصلی من. وقتی عجله نداری، میتونی با درونت، با شهود و با صدای درونیت ارتباط برقرار کنی. میتونی جواب مثبت و منفی رو بسنجی، اولویتات رو ارزیابی کنی و انتخاب‌های انجام بدی که با ارزش‌هات هماهنگ باشن. مثلا جایی که باید بگی نه، بگی نه. البته کندی همیشه با زندگی مدرن، فشارها و توقعاتش از ما سازگار نیست. اما ما تا حدی کنترل داریم که توی موقعیت‌های مختلف چطوری واکنش نشون بدیم. مخصوصاً زمان‌های آزادمون، اوقات فراغتی که داریم. میتونیم تصمیم بگیریم آهسته‌تر راه بریم، با حوصله غذا بپزیم یا کارهای روزمره‌مون رو با آرامش بیشتری انجام بدیم. حالا ذهن آگاهی چه مزایایی توی زندگی ما داره؟ باعث میشه چرخه معیوب و افکار منفی که ما رو به سمت استرس و افسردگی میبره کم بشه یا حتی متوقف بشه. این ذهن آگاهی به ما کمک میکنه که قبل از اینکه خشمگین بشیم یا در موقعیت حساسی قرار بگیریم و بخوایم واکنش عکس‌العمل سریعی نشون بدیم، مکث کنیم. به جای دویدن به سمت کارها و عجله کردن به ما کمک میکنه که در لحظه باشیم و از لحظه لذت ببریم. به ما کمک میکنه نشونه‌های استرس رو زودتر بشناسیم و قبل از اینکه از پا بیفتیم مسیرمون رو اصلاح کنیم. حالا که یاد گرفتیم عجول نباشیم و آروم پیش بریم، چجوری میتونیم ذهن آگاهیمون رو تقویت کنیم؟ لازم نیست 1 ساعت مدیتیشن کنی. همین که چند تا نفس عمیق بکشی قبل از اینکه وارد یک جلسه بشی یا حتی وقتی توی یک صف ایستادی میتونه سیستم ایمنیت رو آروم کنه. هر روز چند تا کار کوچولو و تکراری انتخاب کن. همونطور که گفتم، مثل مسواک زدن یا درست کردن قهوه. هنگام انجام دادن این کارها کاملا حواستو جمع کن. لذت بردن از چیزهای کوچیک اصلا یادت نره. بعضی وقتا از تکنولوژی فاصله بگیر. لپتاپ، گوشی و تلویزیون رو بذار کنار. یادم تراپیستم همیشه بهم میگفت
افکار و احساساتت رو زمانی که نمیتونی به لحظه حال برگردی روی ابرهای در حال حرکت ببین. این افکار و احساسات با ابرها میرن و تو دوباره به لحظه حال برمیگردی. خیلی دوست داشتم که تو این زمینه بهتون کتاب یا فیلم معرفی کنم. کتاب در ستایش آهستگی اثر کارل آنره، نویسنده فرانسوی، توضیح میده که چرا باید از مدرنیته فاصله بگیریم و آهسته تر پیش بریم. همینطور فیلم امیلی. میدونم که خیلی ها فیلم امیلی رو دیدن، اما من این فیلم رو واقعا به خاطر تک تک لحظه های آهسته‌ای که داره دوست دارم. این فیلم نشون میده که چقدر لذت بردن از خوشی های کوچیک میتونه برای ما معنا داشته باشه و میتونه خوشبختی های بزرگ رو رقم بزنه. میدونم که این موضوع گسترده تر از این حرف هست و هنوز باید کلی تحقیق کنیم تا کنار هم بتونیم یاد بگیریم. مرسی که تا اینجا همراه هم بودی. اگه این مطالب رو دوست داری حتما کانالمو سابسکرایب کن.